اینجا کجاست؟ اینجا برزخ ناصره. تو مردی؟ نمیدونم، شاید مردم. من مردم؟ اون قصر بزرگو میبینی؟ نه، من چیزی نمیبینم. چشات هنوز عادت نکرده، پس نمردی. من کاظمم، پسرعموی ناصر. ما قوم و خویش ناصری اومدیم دلداریش بدیم از وطن جدید نترسه. اونی که اون وسط نشسته ناصره، میشناسیش؟ نه. خودت بدرقش کردی. نه، من نمیشناسمش. چرا انقدر به هم ریخته است؟ ترس از دیدن اون چه که تا با حال نمیدیده. تو نمیترسی؟ خب به نظر من هرچی هست دیگه، و هستی تو هر لباسی که هست آشناست. تو بر میگردی، درسته؟ شما کی هستی؟ من ناصرم برادر. خوشحالم که میتونی برگردی. ببینم اینجا کجاست؟ اینجا برزخ منه تا قیامت و تو مهمون منی. من به تو مدیونم مؤمن. چه دینی؟ من اولین باره که شما رو میبینم. روزی که قرار بود بیام اینجا غریب بودم و تنها. کسی از قوم و خویشام نبودن که بدن منو دفن بکنن. یادته؟ کی بود؟ انگار خیلی وقت گذشته، نه؟ به زمان دنیا بیش از 1000 سال. عجب. آدم اینجا که میاد فکر میکنه از اول اینجا بوده، اما خواب بوده حالا بیدار شده. عمر دنیا در حد یه خواب کوتاه میشه. ببینم پیرمرد، اینجا اوضاع چطوره؟ خوبی؟ خیلی خوبه. از هر نعمتی که تصورشو بکنی، هر چیزی بهترینش اینجاست. اما من یه دینی به گردنمه، یه اشتباه که حال و روزمو خراب کرده. کاش در دنیا آدم بهتری بودم. کاش بیشتر لا اله الا الله گفته بودم. کاش بیشتر سبحان الله گفته بودم. میدونم بچه هات گرسنن. این کیسه برنج رو در عوض خدمتی که برام کردی براشون ببر. چرا اینقدر به هم ریخته و ناخوش احوالی؟ چرا صورتت اینطوری شد؟ ناخوش نیستم، وقتشه. وقت چی؟ وقت رفتن. طبق سنگین از آهن که روی سرم میذارم.
انقدر سنگینه که گردنم میشکنه و تا مچ پا توی زمین فرو میره. بعد روی سینی آهن جوشان میریزن که دردم سینی رو سوراخ میکنه و سر منو تو خودش آب میکنه. بوی سرخ شدن و بریان شدنشو احساس میکنم. 1000 بار آرزوی مرگ میکنم اما نمیمیرم. چنان دردی وجودمو میگیره که دعا میکنم هرگز از مادر زاییده نشده بودم. از درد فریاد میزنم. به جای صدای من آه و ناله اون کسی که از من شکایت داره مثل بوق و کرنات روی گوشم میپیچه. از این دو مأمور میپرسم تا کی باید این عذاب رو تحمل کنم؟ اونا میگن تا وقتی که اسرافیل تو سور قیامت بدمه باید هر روز یک نوبت این عذاب رو تحمل کنی. من چقدر در حق خودم بدی کردم. چرا؟ تجسم چه عمل صحیحی که ازتون سر زده؟ به خاطر داوری نابجا، قضاوت باطل، زبونی که به ناحق حکم کرد. اگه برگشتی بامیه فروش طبق بسر رو تو بازار داره میچرخه، ازش حلالیت بطلب. بگو نیم سکه هم مال تو بود. بگو نیم سکه هم مال تو بود. راضیش کن. التماس میکنم. التماس چه تابستونیه که بشر از داغی آفتاب به سوراخ قبر پناه برده. قش کرده بودی؟ نمیدونم، یهو سرم گیج رفت. شاید از گرسنگی بوده. این جنازه بو گرفت، دفنش کن. آهای پیرمرد، صبر کن. الان چه وقتیه؟ چیزی به غروب نمونده. تو کی اومدی اینجا؟ وقتی اومدی من کجا بودم؟ من از دور جنازه رو که دیدم اومدم جلو. دیدم اون پایین کیفور نشستی. هر چی صدات کردم جواب نمیدادی. من چیزی نشنیدم. معلوم بود تو عالم دیگه ای سیر میکردی. بهت نمیاد بنگی چرسی باشی. اگرم میکشی کمتر بکش، برای بدن ضرر داره. اللهم صل علی محمد. خدا رحمتت کنه.